اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الحج مدنیه. این یکی از سوره هایی که سوره حج از این قسمت علما میگن، بعضی ها میگن که مکی هست و بعضی علما میگن مدنی هست. بعضی علما میگن که هم مکی هست و هم مدنی هست. چرا این گپ میگن؟ میگن به خاطر از اینکه این سوره در حالات مختلف نازل شده، در حالات مختلف نازل شده. در این هم چون سوره مدنی، فرق بین سوره مدنی و مکی در چی هست؟ در سوره های مکی ما و شما قبلا هم گفتیم که در سوره های مکی زیادتر توحید بیان میشه، وحدانیت الله، ربوبیت الله، الوهیت الله، اسماء و صفات الله، دلایل وحدانیت الله بیان میشه در سوره مکی و شرک رد میشه، کفر رد میشه، بدعت ها رد میشه. این کل ازیا در سوره های مکی رد میشه، چون اکثریت از اینا در مکه مکرمه و قبل از هجرت که در وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله امرای مشرکین و امرای از اینا جر و بحث میکرد. و در سوره های مدنی احکام بیان میشه، احکام نظام اسلام، نماز، روزه، حج، زکات، جهاد، دعوت، شهادت، اینی چیزهایی که مربوط نظام های اسلام میشه، نظام سیاسی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، نظام مثلا اجتماعی اسلام، نظام اخلاقی اسلام، نظام های مختلف اسلام، نظام تعلیمی اسلام، نظام عسکری اسلام، اینا کلش در سوره های مدنی بیان میشن. پس سوره های مکی موضوع کلیدیش توحید است و موضوع کلیدی سوره های مدنی احکام است، احکام بیان میشه. ایناله در این سوره مبارکی که سوره حج است، در این هم احکام بیان شده هم توحید بیان شده. از این خاطر علما میگن که سوره است که مکی مدنی هست، هم در مکه و هم در مدینه، در هر دویش، یا قبل هجرت و بعد از هجرت، این کلش است. به هر صورت و این سوره مبارکه که هست، چرا سوره حج میگن؟ میگن به خاطر از این سوره حج میگن که همون مسائل حج که از زمان ابراهیم علیه السلام شروع شده، از همونجا احکام حج و مسائل حج در این بیان میشه. از این خاطر سوره حج میگن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس، ای مردم، اتقوا ربکم، بترسین از ربتان. این زلزله الساعه شیء عظیم، یقینا که زلزله روز قیامت شیء عظیم، یک چیز بسیار بزرگ است. شما این زلزله های عادی رو میبینین، یک روز در خانه ششتین، یک کمک زلزله میشه دلتان تکت تکه میشه، نفستان میبره. یک روز ما در یک عروسی مرا عجل گرفتگی بردن، در بین از این عروسی خوب اسلامی بود. خب اونجا ما رو گفتن بین در عروسی های آل فلان که میکنن اسلامی، ما رو دعوتی میگم، دیگه اسلامی میگن، من خودم رو عروسی های دعوتی میگم. ساز نمیارن، فقط مردم کم کم میخوان که دعوت به طرف اسلام بکنن. باز در عروسی فحشا نمی باشه، رقص نمی باشه، اختلاط نمی باشه، اینی از این خاطر عروسی دعوتی میگن. خب یکی از دوستا زنگ زد و گفت که یک عروسی دعوتی هست. من هر قدر معذرت خواستم، درس هم داشتم، گفتم مصروف است. گفت نه خیر است استاد. خب 11 بجه که از این درس برآمدم، دیدم که موتر تیار استاد است. ما هم کتازی گفتم برو دیگه موتر است دیگه، بیا از 11 بجه هم از اونجا میری دیگه. در عروسی یک دقیقه گپ هم میزنی، حتما دیگه که عروسی از اونجا در هتل هم است، خوب نان و خوراک و گپ هم هست. نعمت الله را بخو، قدرت الله را ببینی. ما که صاحب نمیجا عجل گرفتگی که در موتر رفتم، موترم خود گرم تو موترک لوکس برام روان کرده بودن. بعضی اوقات آدم نمیفهمه که همین گوسفند که به قربانی میبرن، نه دیگه موتر بسیار لوکس بارش میکنن. اون دیگه خوشحال است که اینا ولی مرا آورد. ما خبر نه که اونجا بسیار دیگه روز است که دیگه قیامت میبینم. در این هتل که می رفتیم، خب یک چند دقیقه که مجلس تا که خلاص شد، سعی کردیم که قابار آوردن و چین دیگه ما خوب دیگه تو برای خوردن آماده هستیم. قاشق پنجه و همین قاب توزیع شد، همین نو که تا نان شروع شد که یک دفعه زلزله شد. این که زلزله شد صاحب، از همین چت دیگه همین فرق مردم هم تو سیل میگیریم که همین فرقش هم تو یک همین گلایی که همین چتا زدن، نه تو از طریق کاشی و از طریق گچ و ترا گلار جو که یا خطا میخوردن فرق هر کس. این گروپای کټک کټک ده و تلاش هم د فرق از دیگه ما دیگه می قسمی کلای خدا گرفتیم دیگه تو به یک شکل دیوالا رو سعی میکنن که بیخی جدا شده. این قسمی
دیوال سقف هم تو چت معلوم میشه غر 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 غر. خب در وقت عذاب الله آدم باید استغفار بگه. استغفار کردیم خب بالاخره همونجا مرگ خدا به چشم خود دیدیم. باور بگید بسیار وضعیت ما خراب بود. تا یک ماه دیگه فکر میگن تو میلرزیدم احتمالا چیز امروز مرگ به چشم خود دیدیم. الله متعال میگه اینی مرگ این زلزله بود که مثلا بازپسان گفتن که مچم درجهش بسیار کم بوده 5 درجه بوده 4 درجه بوده یعنی هم به حساب درجه این قسم بود. الله متعال میگه که این نزلت الساعت فکرتان باشه که زلزله که در روز قیامت میشه شیء عظیم یک چیز بسیار بزرگ است. یعنی او وقت درجه از این دیگه بازده 3 و 4 و ترا نمی باشه درجهش بسیار و درجه عالی می باشه که زمین به اندازه میگه میلرزه که تمام آنچی که در زمین هست در بطن زمین کلی معادن و مخلوقات و مرده ها و طلا و معادن مثلا زمرد و الماس کلش مبرایه. ات یک زلزله خطرناک میشه. اترس میگه یوم روز این زلزله روز قیامت ات یک روز است که ترونها ایره میبینن تذهل کل مرضعة عن مرضعت. میگه شما سهل میکنین امی خانم ها که هستن که طفلک خدا شیر میته امی طفل خدا که شیر میته ایره بسیار دوست میداشته باشه. امی مادر که از بسیار مهربان است. امی خانم ها که هستن بسیار شفقت و مهربانی دارن به اولاد خود. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله زنها 3 حق داده به پدر 1 حق داده. یک وقت من میره فکر میکردم که چطور بر زن 3 حق است بر پدر 1 حق است. یک شب دیدم که می طفلک من خورترک بود 1 ساله بود مریض بود 12 بجه شب چیغ میزد. آخر عزیز که من واسم بسیار خراب شد که دیدم که همین مادرش من رفتم در اتاق دیگه استراحت کردم. من برو خیر از اتاق دیگه استراحت بکن بانیده بر من آمدم چند دقیقه بعد 2 بجه که آرام شدن. حال سعی برش شیر مانده برش چای مانده برش امو دواها را مانده و این دوا گوش خودم گرفته رو 1 شام ماش میکنه دیگه. این میگم این مادره که بسیار که با طفل خود شیر میده بسیار با طفل خود مهربان میباشه. میگه روز قیامت آنقدر این زلزله سخت است که همین مادر مهربان همین فرزند یادش میره. یوم روز است که ترونها میبینن او را تذهل که فراموش میکند کل مرضعة هر خانم شیر دهنده اما ارضعت امو طفلک که شیر میده میگروزه خودش ور خطاست امو طفلش مگه این مادر کسی قدر مهربان است که حتی بسیار سختی ها و طفل خدا چی میکنه او را نمیمانه ولی در این حالت دیگه بازی آخرین سختی میرسه. و تدع کل ذات حمل حملها روز قیامت اقدر سخت است که هر ذات حمله ببینین یعنی خانم هایی که حامله هستن از ترس زلزله ازی امو حمل خدا چی میکنن تدعو یعنی سقط جنین میکنن امو طفلکشان سقوط میکنه و این طفل خدا نقصان میکنن. و تر الناس و میبینی مردم را در این روز قیامت سکارا که کل از اینا بیهوش هستن مثل امین نشه هستن میگم تو کله هایشان میگم تو گنگس است او طرف افتاده او طرف میره او طرف میفته او طرف میخوره او طرف میفته در زمین میفته بالا میشه. الله متعال میگه و ما هم بسکارا میگه یا نشه نیستن ولکن عذاب الله شدید عذاب الله بسیار سخت است. عذاب الله بسیار سخت است. و من الناس و بعضی از مردم من کسانی هستند که یجادلوا فی الله مجادله میکنن گفتگو میکنن فی الله در مورد الله در ذات الله در صفات الله در حاکمیت الله در افعال الله در عبادت الله جر و بحث های غلط میکنن بغیر علم بدون از اینکه اینا خبر داشته باشن از قرآن و سنت. برش میگی که برادر تو که میخوای جر و بحث همراه من میکنی 1 مرتبه ترجمه قرآن از مشان خواندی؟ میگه نه من نخواندم. آیا عربی رو یاد داری؟ نه عربی رو نمیفهمم. خیلی تو چه قسم خدا شخصیت اسلامی و دینی میگیری و جر و بحث میکنی در حالی که تو زبان قرآن یاد نداری؟ نمیتونی که حداقل 1 4 جمله از عربی بگویی. قرآن ترجمهش نمیفهمی. عقیدیت از قرآن نگرفتی. احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله صحیح البخاری 1 مرتبه از روی 1 مرور کردی
احادیثش میفهمی؟ نه من نیاز ندارم به این گپا، من عقل دارم، من دانش دارم. الله متعال میگه و من الناس، و بعضی از مردم، من کسانی هستند که یجادلوا، بحث میکنن، مجادله میکنن، گفتگو میکنن، مناظره میکنن، فی الله، در مورد ذات الله، در مورد صفات الله، در مورد عبادت الله، در مورد توسل به الله، در مورد توکل به الله، در مورد وسیله گرفتن به الله. در کل ازیا جر و بحثشان چی است؟ بغیر علم، بدون علمی کار میکنه. یعنی با کسی که بدون علم به قرآن و سنتی کار میکنه، این چی مشکل داره؟ میگه و یتبع، این متابعت میکنه، کل شیطان مرید، این پیروی میکنه از امو وسوسه های شیطان سرکش. مرید سرکش. کتب، فرض شده، نوشته شده، علیه انه من تولاه، یعنی الله متعال نوشته کرده که هر کسی با اینی شیطان دوستی و ولایت کنه، شیطان صفاتها را ولی و دوست خود بگیره، فانه یضله، یقین داشته باشه که شیطانهای انسانی و شیطانهای جنی، کسانی که توحید الله را نمیفهمند، توحید الله را مراعات نمیکنن، اینا را گمراه میکنن، و یهدیه، و او را راهنمایی میکنن، الی عذاب السعیر، به عذاب دوزخ. یا ایها الناس، آل الله متعال میگه که این مردم، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شما در شک هستین از زنده شدن بعد از مرگ، فانا خلقناکم من تراب، ما شما را خلق کردیم از خاک. ببینین شما حداقل درباره خلقت خود برین پیش دکترای طب. امروز کامپیوتر هست، امروز وسایل تکنولوژی بسیار پیشرفته هست، امروز علوم هست که جنین شناسی و علومی هستند که مثلا امی جنین و خلقت ازیره و مراحل خلقت ازیره در کامپیوترها و در کامراهای دقیق نشان میده. الله متعال میگه 14 قرن قبل آنچه را که کامپیوترها امروز نشان میده، ما ایره برشان بیان کردیم که الله متعال شما را خلق کرد من تراب، یعنی اصل شما از خاک است، نسل شما، سپس نسل شما من نطفه، از نطفه هست، از یک قطره آب است به شکل کروموزوم های جنسی XX و XY، ثم من علقه، باز این امیر تبدیل میکنیم به یک قطره خون، ثم من مضغه، باز به یک پارچه گوشت که به شکل گوشت جویده می باشه، که امروز امور ما وقتی کتاب قرآن و تکنولوژی معاصره که نوشته میکردیم، امو تصاویری که علمای ساینس گرفتن، امو توتای گوشت تو ببینید مثل که دندان زده باشه، می قسم الله متعال مدغ در زبان عربی جویده را میگه. علما گفتن سبحان الله، امو کلمه‌ای را که الله استعمال کرده، امی تفلک در این مرحله خود مثل چی باره بماشه؟ مثل گوشت که دندان زده باشی. او را میگه مثل همین گوشت دندان زدگی، مخلقت و غیر مخلقه، در حالت اول که یک حالتی که صورت برش داده می شده باشد، در یک صورت دیگه که باز برش حالت داده نمی شده باشه. شما میبینید مراحلش که اول چه قسمی باشه، بالاخره به این مدغه توتگه که گوشت، باز برش چهره و صورتی برش آستا آستا بی صورت می باشه، باز صورت برش داده میشه. لنبین لکم، الله متعال میگه تا واضح کنیم بر شما، و نقر فی الارحام ما نشاء، میگه ما بر ازی استقرار میتیم در رحم مادر ازی، ما نشاء، به مو اندازه ای که ما خواسته باشیم، الی اجل مسمى، تا یک وقتی که ما او را تعیین کردیم. ثم، سپس ای مردم، نخرجکم، شما را ما خارج میکنیم، و شما را خارج کردیم دیگه، طفلایتان خارج کردیم، خارج میکنیم در آینده طفلا، به شکل یک طفل. در اینمی مراحل شما سعی کنین که این طفل از این یک کروموزوم جنسی برای یک شکلی که چشم داره، دست داره، قلب داره، بینی داره، گوش داره، این قدرت کی هست؟ ثم، سپس الله متعال میگه لتبلغوا اشدکم، باز برسین به مرحله شدت و جوانیتان، جوان شوین، قوی شوین. و منکم من یتوفا، بعضی از شما وفات میکنن در جوانی، در سنهای پایانی. و منکم، و بعض از شما، من کسانی هستند که یرد الی ارذل العمر، باز اینا برگشتانده میشن تا به ارذل العمر، یعنی به عمر پیری که از 90 و 100 و 110 میرسن. و در این وقتهای هستند که بسیار به سختی زندگی میکنن،
پس مثل یک طفل میشه، پس یادداشت‌های خود از دست میتن، همین خودت هم همین مراحل سرت میایه، یا میموری بالاخره از این دنیا میری، و یا هم اگر زنده باشی در حالت قرار میگیری که باز دستت صحیح کار نمیکنه، کمر درد هستی، گردن درد هستی، پای درد هستی، گرده درد هستی، شب خوابت نمیبره، شب آرامش نداری، ارذل العمر میرسی. این حالت ها را کل شبیبی که از قدرت کی هست؟ لکی لا یعلم، تا ای که نداند چیز را، من بعد علم شیئا، بعد از اینکه بسیار عالم بود. بسیار کسا را ببینه که عالم است، پوهاند است، پروفیسور است، دکترا داره، نابغه است، وقتی که در ارذل العمر رسید باز حتی نمیفهمه که صبح چی خورده بود، چاش چی خورده بود. پیش روید میشینه که والله من تو را نشناختم، نام تو چیست؟ اوه تا دیروز تو خود آدمی بودی که آغاز تا آخر زندگی مرا کلش قصه میکردی، حال نام مرا نمیفهمی. الله متعال میگه این حالت سر از این میاریم که این انسان باید بفهمه که من مخلوق ضعیف هستم، ذات با عظمت و با قدرت الله هست. و تر الارض حامدتا، و الله متعال میگه ببی زمینه حامدتا که این خراب میباشه، خرابه هست، خشکه هست، زمینایی که گل ساجقی داره بازی رو ببینید تو کفیده کفیده هست از دست تشنگی و خشکی. فاذا انزلنا، الله متعال میگه وقتی ما با قدرت خود نازل بکنیم علیه الماء، بالای از آب را، اهتزت، امی زمین حرکت میکنه، و ربت و تربیه میشه، نمو میکنه، رشد میکنه، افزایش پیدا میکنه، زمینش خوبش میشه. و انبتت، و باز میرویانه گیاها را، من کل زوج بهیج، از هر دو جفت از این مخلوقات بهیج، بسیار زیبا. این قرآن از این مشان دیگه معجزه علمی قرآن است که سابق مردم نمیفهمیدن که نباتات مذکر و مؤنث داره. الله متعال 14 قرن قبل که زراعت روش نکرده بود، متخصصین زراعت نبودن، الله متعال گفت که کل مخلوقاتی که در زمین نبات میشن یا چی دارن؟ مذکر و مؤنث دارن. سبحان الله. ذالک، این تمام دلایل الله متعال میگه به خاطر چی بیان میکنیم؟ به ان الله، به ای که شما عقیده داشته باشین که الله هو الحق، او یگانه هست، او واحد است در ذاتش، یگانه هست در صفاتش، صفاتش مشابه با صفات مخلوقات نیست، ذاتش شبیه با ذات مخلوقات نیست، افعال الله مثل افعال مخلوقات نیست، عبادت الله مثل عبادت به مخلوقات نیست، شریعت الله مثل قوانین مخلوقات نیست. باید بفهمین که الله که است چی است؟ ذات یگانه هست. و انه الله که است یحیی الموتى، زنده میکنه مرده ها را، و انه علی کل شیء قدیر، و الله بر هر چیز قدرتمند است. وقتی که الله زمین مرده را زنده میکنه، انسان که هیچ چیز نبود تو را به شکل طفل و جوان و پیر و فلانی خلق میکنه، الله متعال میگه که ایره هم یقین داشته باشین که ان الساعه آتیه، که قیامت هم آمده نیست، لا ریب فیها، هیچ شکی در قیامت نیست. و ان الله، و یقین داشته باشین که الله با قدرت و عظمت خود یبعث، دوباره برمی انگیزد، زنده میکنه، میخیزاند، من هر کسی را که فی القبور، اینا در قبرشان باشه. قبر یک کسی بطن حیوان است، قبر یک کسی دیگه در بین خاکستر است، قبر یک کسی دیگه در بین خاک است، قبر یک کسی در زمین است. از هر جایی که باشه الله متعال میگه ما این از امی حجری که در وجود از این هست که توسط خاک از بین نمیره، توسط خوردن حیوان از بین نمیره. این در حدیث عجب الذنب گفته شده که توسط هیچ چیز از بین نمیبره، ولو که یک کس را پلنگ بخوره، شیر بخوره، آتش در بگیره، بیخی او را با اکسیژن و هیدروژن و فلانی و چیزا بیخی هم ذره ذرهش بسازن از بین ببرنشن درش بده، لکن اونمو حجره باقی میمونه. الله متعال میگه یار ما اونمو حجره دمو هر جایی که هست اونمو قبرش است. فهمیدین نه؟ او قبرش است. قبر بعضی کسا در شکم حیوان است، قبر یک کسی دیگه در کجا هست؟ در بین خاکسترها هست. همون حجره وجود داره. الله متعال میگه از همون جوره دوباره چی میکنیم؟ دوباره پس میخیزانیم. و من الناس من یجادل فی الله، باز الله متعال میگه بعضی از مردم هستن که مجادله میکنن، گفتگو میکنن، مناظره میکنن، جر و بحث میکنن، فی الله، در مورد عظمت الله،
در مورد بزرگی الله بغیر علم، بدون از اینکه علم داشته باشند. علم در کجا هست؟ علم در قرآن است، علم در سنت است، علم توحید از اینجا باید یاد بگیرن. ولا هدن و نه هم هدایت شدن، ولا کتاب منیر پیشش کدام کتاب روشن هم نیست. کتاب روشن فکری، کتاب روشنگرایی قرآن و سنت است. ندارن هم یک کتابی که فکر از اینا روشن بسازه. ثانی عطفه، این میگردانه می پهلوی خود از غرور و تکبر، روی خود دور میته او طرف، پهلوی خود بر تو نشان میته. لیضل عن سبیل الله، تا گمراه بسازه مردم از راه الله. له فی الدنیا خزی، الله متعال میگه ای کسانی که در مقابل توحید ما استاد میشه، در مقابل شریعت ما استاد میشه، الله متعال میگه ما در دنیا ذلیل میسازیم، ذلیل میسازیمش. و نذیقه یوم القیامت، و الله متعال میگه باز برش میچشانیم در روز قیامت عذاب الحریق، الله حفظ بکنه، عذاب بسیار سوزانده. ذالک، چرا اجازه را الله میگه برش میتیم؟ بما قدمت یداک، برش میگیم اجازه را بر تو میتیم عذاب دردهنده را که تو را در بتم، به خاطر آنچه که پیش نموده هست دستای تو. خودت اینمی شرک، اینمی کفر، اینمی الحاد، اینمی بیدینی را، اینمی بدعت، خودت علاقمند بودی، خودت اینمی را دفتر اعمالت از شرکیات پر کردی، دفتر اعمالت از بدعت ها پر کردی، از دروغ پر کردی، از تکبر پر کردی، از تعصب پر کردی. این الله متعال میگه و ان الله لیس بظلام للعبید، الله متعال هیچ وقت ظلم کننده بر بنده هایش نیست. و من الناس، بعضی از مردمای بیدین الله معرفی میکنه که کوشش کنین شما مسلمانا، شما کسایی که قرآن میخوانین مثل از یاوره نباشین. بعضی مردما چی هستن؟ میگه و من الناس، بعضی از مردم کسایی هستن که دینداریشان منفعت گرایی است یا اپورتونیست هستن. همیشه باید دین برای من خوب خانه بته، دین باید برای من خوب چوکی بته، دینداری باید برای من خوب مقام بته، باید من راحت باشم، تمام روز دو پیازه بخورم، تمام روز الوا بخورم، تمام روز پیسه در جیب ما مانده شود به نام دین. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و قسم نبودن. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و مال خود برای الله مصرف کردند. ابوبکر صدیق آنقدر مال خود برای الله مصرف کرد، در جمله اغنیای بزرگ، در جمله بزنسمن ها بود در وقت خود. آنقدر مال خدا برای الله مصرف کرد ابوبکر صدیق که چی کرد؟ که حتی روز کالای پوشیده بود که در کالاهای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگه سوزن نداشت که کالای خدا بدوزه، میگه کت چوبک گرفته بودم و قسمت لباس کندگی خدا کت چوبک بند کرده بود و در صف جهاد فی سبیل الله ششته بود. ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها و رضی الله عنها میگه ای در جمله بزنس وومن بود، یعنی زن تجارت پیشی بسیار قوی مالدار، کاروانهای تجارتی داشت. آنقدر مال خود در راه الله مصرف کرد و آنقدر بر دین الله خدمت کرد که الله متعال در بین چندین هزار صحابه ملک وحی می و برش می که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم آل یک خانم پیش تو میایه، ظرفی از غذا در پیشش است، برش بگو که این خدیجه هست، بی خدیجه کبرا هست، برش بگو که الله بر تو سلام فرستاده و الله متعال بر تو قصر از قصرهای جنت وعده داده. ما و شما خو عشره مبشره بالجنت میشناسیم، لکن بعضی اصحاب دیگه هستن مثل خدیجه کبرا که هم بشارت به جنت داده شده. حسن و حسین هم رسول الله صلی الله علیه و گفته که سیدا شباب اهل جنت، سیدای بزرگهای جوانای اهل جنت می باشند. پس به حساب است که الله متعال میگه این تو مسلمانی باشین که به خاطر دین الله وقت تا نبتین. هر انسان سه سرمایه داره، یک سرمایش مالش است، یک سرمایش وقتش است، یک سرمایش انرژیش است. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و چطور رضایت الله را کسب کردن؟ که همی هر سه سرمایه خدا به دین الله مصرف کردن. سه سرمایه را بر دین الله مصرف کردن. شما اگر میخواین مسلمان حقیقی باشین، همی سرمایه هایتان برای دین الله مصرف کنین. الله متعال میگه آدمای بیدین چه عادت دارن؟ و من الناس، و بعضی از مردم که بیدین هستن، من کسانی هستن که یعبد الله، عبادت الله را میکنن، علی حرف، بچی به زبانکی و به شبهات، در عبادت الله شک شبهه دارن. فإن اصابه خیر،
باز اگر بر از یک خوبی برسن، مردم برش خوب دو پیازه بیارن، خوب نان بیارن، خوب قدرت داشته باشه، خوب خانه داشته باشه و خوب برش چیز شوه، اطمئن به دیگه باز میگه خوب اطمینان می داشته باشه به اون. و این اصابته فتنتون، باز اگر برش یک مصیبت برسه، باز دیگه انقلب علی وجهی، باز دیگه میگه بر روی خود بر میگرده. این چی حال است؟ این چی قسم اسلام است؟ این چی قسم دین است؟ این چی قسم فلانی هست؟ این الله متعال میگه اینی شخص خسر دنیا و الاخره، این خساره کرد، هم دنیایش الله برباد میکنه و هم آخرتش. ذالک هو الخسران المبین، اینی هست بدبختی و هلاکت که سر دین میخواه تجارت کنه، سر دین پیسه پیدا کنه، سر دین راحت پیدا بکنه، دنیاوی و مال دنیا رو بگیره. باز اگر برش امتحان آمد، یک سختی آمد، مالش رفت، کس برش چوکی نداد، قدرت نداد، یگان سختی و بندیخانه و مشکلات و ایگپا را دید، باز اگر وقت که فقانش دنیا رو میگیره. الله متعال میگه این قسم شخصا که هستن، این خساره شان هم در دنیا اینا را الله ذلیل میسازه و هم در آخرت. ذالک هو الخسران المبین، اینی خساری بسیار آشکار است. یدعو من دون الله، بازی چی میکنه؟ باز بغیر از الله دست دعا را بلند میکنه به کسانی که یا شرک قبور میکنه، به قبرها میره، بر ازوا میگه که فلانی بر ما بدادم برس، و یا شرک قصور میکنه، به مالکای قصر میره، به پادشاه ها میره، پیش امریکا میره، پیش کافر میره، باز بر ازو میگه که من کت تو هستم، تو کتم کمک بکو، از این دین هیچ خیر ندیدم، دین بر ما فایده نکرد، مرئتش. نه، الله متعال میگه یدعو، طلب میکند من دون الله، بغیر از الله، ما لا یضره ولا ینفعه، با او تو کسایی که نه برش ضرر رسانده میتن نه منفعت. ذالک هو الضلال البعید، اینی میگه گمراهی بسیار دور از حق است، دور از توحید است. یدعو، دست دعا را به کسی بلند میکنه، از کسی طلب میکنه، لمن ضره اقرب من نفعه، به کسی که ضررش نزدیکتر از برش از نفعش کرده. همون کسی را که پشتش میره، بازو ضررش از کده برش از منفعتش کده بیشتر. دیگر روز الهش میته پشت اله میکنه. همین کمونستا پشت روسا بسیار میدویدن که او تو برژنف هستی و تو گورباچوف هستی و تو خروچوف هستی و تو برای ما کمک بکو، العیاذ بالله تو خدای ما هستی و تو معبود ما هستی و قانون تو را تطبیق میکنیم، مسلمان ها را میکشتن، علما را میکشتن. نه دیگر روز صاحب روسا خودشان گفت برو بیادر، من خودم نمیتونم چیز کردن، اینجا مجاهدین قوی است که مرم وضعیت ما خراب کرده. گپ خودم بگریش، نمیگه روسا گریختن، که روسا گریختن یاد میدان مانند میدان. یک وقت سهل میکنه که یکیش مردش در چارایی اویزان است، دیگه ایش سعی کنید روسیه کلبسه میفروشه کارملش، دیگه ایش دیده که شاگرد خودش در پوزش تکیه را میمونه. حفیظ الله من ساده چیز نام داشت، ترکی باز خیست، همین شاگردش دستایش مارچ میکرد، خب باز همین بالش تا ایرک همین دانشمندی بیچاره دیگه لغتک میزد تا که مرد. دیگه الله متعال میگه که سعی کنید شما این مردم یدعو، طلب میکنن، از کسی میخواین که ضره اقرب من نفعه، که ضرر از او برش از منفعتش کده بسیار نزدیک است. لبئس المولا و لبئس العشیر، بسیار دوست بد گرفتن و بسیار عشیر، بسیار امو حزب یا گروه یا جماعت بسیار چتلی را میگه یا خرابی را یا گرفتن، بسیار دوستیشان هم خراب، دوستیش و رفاقتشان هم بسیار خراب است. اما برعکس از یا ان الله یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الله داخل میکنه کسایی که ایمان دارن و اعمال صالحه میکنند، الله متعال اینا داخل میکنه به جنت، به باغهایی که جاری می باشد، تجری من تحت الانهار، که جاری می باشد از زیر قصرها و باغهای از جویبارها. ان الله یفعل ما یرید، الله متعال انجام میده آنچه را که خواسته باشه. ابو جهل لعین وقتی که وحی بالای رسول الله صلی الله علیه و آمد و رسول الله صلی الله علیه و وحی بیان میکرد، بازی بسیار زور میداد، چیخ زده میرفت و قال مقال میکرد. الله متعال گفت من کان یظن، اگر کسی به این گمان هست ان لا ینصره الله، که الله را نصرت نمیکند رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو جهل چیخ میداد که والله اگر تو پیغمبر اگر نجات پیدا کردی، اگر کمک آمد بر تو باز خواد دیدی. الله متعال گفت که من کان یظن ان لا ینصره الله، اگر کسی به این گمان است که الله رسولش نصرت نمیکنه فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت،
فلیمدد بسبب الی السما، پس بیاره یک سبب، یک دانه رسمان بیاره، این هم بالا آویزان بکنه دمی آسمان، خودم دمو دار از امو آویزان بکنه، خدا خفق بکنه، خودش دمو رسپان خدا کشال بکنه. ببینه که باز بر از اون نصرت میایه، با پیغمبر نصرت نبیه، بر تو میایه، بر موحد یک تا پرست نصرت الله نبیه، بر تو میایه. بگینه یک رسپان در آسمان بالا بند کو، خدا کشال کو درمو، ببین که چی میشه. ثم لیقطع، باز رو میگه قطع کن. ینظر، ببینه که هل یذهبن کیده ما یغیظ، آیا میبرد امو برنامه سازی و حیله و مکر از او ما یغیظ، او چیزی را که یغیظ او را جگرخون میسازه و در غصه میاره، باز میتونه؟ نه. و کذالک الله متعال میگه این چنین انزلناه آیات بینات، ما نازل کردیم به توی رسول الله صلی الله علیه و آیات، دلایل قدرت خدا، بینات آشکارا هست. زمین دلایل قدرت الله هست، آسمان دلیل قدرت الله هست، کهکشان ها دلیل قدرت الله هست، قرآن دلیل قدرت الله هست، معجزات دلایل قدرت الله هست. و ان الله یهدی من یرید، لکن الله کس را هدایت میکنه که الله خودش خواسته باشه. ان الذين، ای رسول الله، یقینا کسانی که آمنو ایمان آوردن، والذین، و کسانی که هادو یهود شدن، والصابین، و کسایی که ستاره پرستی کردن صابئه شدن، والنصارى، و کسایی که عیسی پرستی کردن نصرانی شدن، والمجوس، و کسایی که آتش پرستی کردن مجوس شدن، نام خدا مجوس ماندن، والذین اشرکوا، و کسای دیگه که شرک آوردن، بت پرستی کردن، قبر پرستی کردن، ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، باز الله هست که چی میکنه؟ ان الله، یقینا که الله یفصل، فیصله میکند، بینهم، در میانشان، یوم القیامت، در روز قیامت. ان الله علی کل شیء شهید، الله متعال بر هر چیز شاهد و گواه است. الم تر، آیا ندیده رسول الله صلی الله علیه و ان الله، یقینا الله کس، یسجد له، سجده میکنه بر از او، من فی السماوات، تمام او مخلوقاتی که در آسمان ها هستند، و من فی الارض، و تمام مخلوقاتی که در زمین هستند، و شمس، آفتاب هم سجده میکنه، و القمر، و مهتاب هم سجده میکنه، و النجوم، و ستاره ها هم سجده میکنن، و الجبال، و کوه ها هم سجده میکنن، و الشجر، و درختها هم سجده میکنن، و الدواب، و هر جنبنده و جانورا اینا هم سجده میکنن، و کثیر من الناس، و بسیاری از مردما هم به الله سجده میکنن، و کثیر حق علیه العذاب، لکن بعضی بسیاری از مردمای دیگه هستن که مستحق عذاب شدن. و من یهن الله، هر کسی را که الله توهین بکنه، ذلیل بسازه، فما له من مکرم، باز بر از او هیچ کس عزت داده نمیتونه. ان الله یفعل ما یشاء، الله متعال انجام میده آنچه را که خواسته باشه. سجده تلاوت است، سجده تلاوت بکنید.